شام چهارشنبه 22 فوریه هواپیمای حامل 50 مسافر که حداقل 18 نفر آنها افغان‌ها بودند از فرودگاه میونخن به کابل پرواز کرد. این سیومین هواپیمایی بود که پناهندگان رد شده را به وطنهایشان برگرداند. سال 2016 آلمان 80,000 درخواست پناهندگی را رد کرد و تصمیم دارد که سال روان تعدادی بیشتر را خارج کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل باور دارد که با این را رأی آوازدهندگان محافظه‌کار را در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به دست می‌آورد. در طول 18 ماه اخیر آلمان درهایش را بروی بیش از 1 میلیون مهاجر اساساً از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان باز کرد. شارحان بر این نظرند که این اقدام باعث ناراحتی در داخل ائتلاف حاکم آلمان شد و پیشوایان حزب دموکرات‌های نصرانی طلب کردند که پناهجویان رد شده از حساب خارجی‌های مسئول در جنایت‌ها از آلمان بیرون کرده شوند. در فرودگاه آلمان تخمیناً 250 نفر گردهمایی اعتراضی تشکیل کردند و بر ضد اخراج افغان‌ها شعار دادند. رهبر شورای پناهندگان ولایت باواریای آلمان نادین کریل گفت که در افغانستان امنیت نیست و بازگشته‌ها به تهدید روبرو می‌شوند. آلمان معمولاً افغان‌هایی را که عریضه پناهندگیشان رد می‌شد با اشاره به وضع این کشور از قلمروش خارج نمی‌کرد. اما سال گذشته حکومت آلمان که در قطار دیگر کشورهای پیمان ناتو در افغانستان حضور نظامی دارد گفت که امنیت پناهجویان رد شده افغان را بر عهده می‌گیرد و آنها را به وطنشان برمیگرداند.